درود به همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو پلید. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ بعد از یه قسمت خیلی طولانی با مهمون عزیزمون جکسون دوباره اومدیم به یک برنامه تنهایی بین خودم و خودتون. قسمت 8. نظرتون در مورد قسمت قبلی چی بود؟ من خودم خیلی حال کردم باش، یعنی جزو برنامه‌ای بودش که واقعا بهم حال داد و چقدر آدم گلیه جکسون، چقدر انسان دوست داشتنیه. یعنی از اون کسایی که هر وقت میخوام ببینمش دلم میخواد بشینم 10 ساعت باش صحبت کنم. امیدوارم تا اینجا روزتون عالی باشه، مثل صورت زیباتون. داشتم فکر میکردم موضوع امروزمون چی باشه تا اینکه یه اتفاقی افتاد. داشتم میگشتم که ببینم موضوع قسمت 8 برای صحبت کردن چی باشه بهتره و به این نتیجه رسیدم که میتونیم این قسمت رو اختصاص بدیم در مورد گیم. چرا که نه، خیلی کسایی داریم توی کانال که اهل گیمن و خیلی گیم دوست دارن. بخاطر همونم منم مثل پدر بزرگام بیشتر تو گیم، مخصوصا گیم‌های داستانی، ترجیح دادم که این قسمت رو اختصاص بدیم به گیمرهای خفن کانال. خب از اونجایی که میدونید گیم مورد علاقه من ردده و خفتون کردم دیگه با ردد که اینقدر گفتم آرتور مورگان و ردد و اینجور چیزا. به خاطر همون گفتم که بیاین در مورد ردد صحبت نکنیم. مثلا چرا که نه، شاید دوست داشته باشین در مورد ردد بشنوین. مثلا در مورد اتمسفر بازی بگم، کلا این بازی از نظر من بی‌نقص ترین بازی داستانی دنیاست و نظر منه و نظر من ممکنه برای خیلی مهم نباشه، هیچ اشکالی هم نداره، چون نظر دادن یه چیز شخصیه. شاید برای یکی اصلا سوپر ماریو بهترین گیم تاریخ باشه، شاید از نظر یکی ماینکرافت بهترین گیم تاریخ باشه، ولی من به شخص خودم عاشق رد ردمشن 2 ام. مرگ آرتور واقعا رو زندگیم تأثیر گذاشت، روی حالم تأثیر گذاشت، چون مثلا میدیدم اون بازی کابویی که مثلا توی شهر میرفتی، هفتیر میکشیدی، سوار اسب میشدی، اسب میدزدیدی، تفنگاتو خوشگل میکردی، چون قدرتشون رو میبردی بالاتر. دیدم مثلا آرتور داره سرفه میکنه، نفسش زودتر داره بند میاد، یا میدیدم غذا میخوره خیلی سرفه میکنه، سیگار میکشه خیلی سرفه میکنه. حالمو خیلی بد کرد. اون کابویی که همیشه میخندید و حال بقیه رو خوب میکرد و چه میدونم خیلی قوی بود، سعی میکرد کسایی که به کمپ بدهکاران رو دهنشون رو سرویس کنه، شد یه کابویی که واقعا خسته بود و فقط میخواست بقیه رو کمک کنه که از اون کمپ دور شن، که آخرم خودش به رستگاری رسید. اون جزو قشنگترین و بهترین پایان‌هایی بودش که من تو کل تاریخچه گیم بازی کردم. یعنی از وقتی که من 5 سالم بود، یادم 4 سالم بود، داره یه کامپیوتر قدیمی داشتیم توی خونمون، من با اون کانتر بازی میکردم و از همون سال تا الانم دارم کانتر بازی میکنم. این بازی رو ترک نکردم، اما با این اوصاف هیچ چیزی توی دنیا برای من ردد ردمشن 2 نمیشه و این بازی واقعا توی قلبم جایگاه خاصی داره. خب از ردد فاصله بگیریم، میخوام نظرمو در مورد چند تا بازی دیگه هم بگم، چرا که نه. من یکی از بازی‌ها که تو سبک RPG بودش، اگه نمیدونین RPG یعنی چی، یعنی رول پلیینگ گیم، یعنی بازیایی که شما شخصیتتو میسازی، به عنوان یک کسی بازی میکنی که مثلا میبینی خودت طراحیش میکنی، صحبتاش انتخاب میکنی. بیشتر بازی بثزدا اینجوریه، بازی ویچر 3 اینجوریه و خیلی بازی خوبیه ویچر 3، در مورد اونم صحبت میکنیم. و اینکه بیاین الان در مورد اسکایریم صحبت کنیم یا فال‌آوت بعد اسکایریم، اول در مورد اسکایریم، بعد فال‌آوت، بعد ویچر 3، بعدش هم ببینیم دیگه چه بازی خوبه در موردش صحبت کنیم. من خودم اسکایریم واقعا جزو بازیایی بود اون موقعی که سیستمم ارتقا نهاده بودم، خیلی اسکایریم بازی میکردم و اسکایریم جزو بازیایی بود که واقعا دوست داشتم. این داستانش کاملا فوق‌العاده بود، در مورد یک شخصیه که میخوان اعدامش کنن، بعد یهو اونجایی که زانو زدی یارو جلاده میخواد سرتو ببره، یه اژدها به اسم الدوین که بهش میگن الدوین جهانخوار ظهور پیدا میکنه. چرا؟ چون مثلا فکر میکردن همه اژدهایان تو داستانان، یعنی همه فکر میکردن اژدهایان دیگه اصلا یک چیز افسانه طور بود، در صورتی که نه، اژدهایان برگشتن. و جالبش اینه که
تو اژدهازاده، کسی که میتونه به زبون اژدهایان صحبت کنه. کسای دیگه هم تو بازی میتونن به زبون اژدهایان صحبت کنن، اما یک چیزی هستیم وسط. اونا مثلا باید سالیان سال تلاش کنن که یک کلمه رو یاد بگیرن. دراگونبورن یا اژدهازاده که کاراکتری که شما دارین به جاش بازی میکنین، به 3 سود میتونه اون کلمه رو یاد بگیره. خلاصه الدوین میاد اونجا و شما و کل اون دهکده رو نابود میکنه که من اسما یادم نیست، همون چیزی که جکسون گفت وقتی از یک سری اطلاعات استفاده نکنی مثل آب میگنده تو ذهنت. و من خیلی وقت اسکایریم بازی نکردم و داستانشو خیلی وقت برای کسی توضیح ندادم به جز یکی از دوستام که جدیدن داره اسکایریم بازی میکنه، یادم نمیاد اسم اون دهکده. خلاصه تو فرار میکنی از اونجا، میری پیش یک پادشاه وایترانه و باش صحبت که میکنی بهش میگی که آقا اژدهایان برگشتن، خودتو مثلا آماده کن و فلان و اینا. میگذره بعد تو یه اژدهایی رو میکشی اونجا، روحش جذبت میشه، همه میفهمن که تو اژدهازاده‌ای و بعد والی بهت یک مقامی رو میده به اسم ثین، اگه اشتباه نکنم مثلا یک چیزی مثل افسر یا اینها میمونه که خیلی مقام بالاییه، یعنی تو شهر هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و مثل نماینده از طرف پادشاهه، اینجوری بهتون بگم. بعد آره دیگه جونم برات بگه بازی خیلی خفنیه. باید بری جلوی اژدهایان رو بگیری. 3 تا DLC هم داره، یعنی بسته الحاقی بخوام فارسیشو بهتون بگم. یکیش DLC دانگارده که در مورد خوناشماست و به نظر من جزو 5 تا بهترین DLC بازی کامپیوتری که من تا حالا تجربه کردم. یعنی یکیشون مثلا Undead Nightmare مال Red Dead Redemption 1، یکیش دانگارد مال اسکایریم و اون 3 تا دیگه هم اگه تونستم بهتون میگم دیگه اسپویل نشه. یکی از DLC هاش که در مورد خوناشماست اسمش دانگارده، یکی دیگهش اسمش دراگونبورنه که همون جور که گفتم تو اژدهازاده‌ای، اژدهازاده های قبل تو هم بودن و توی DLC دراگونبورن باید بری با اولین اژدهازاده مبارزه کنی. خیلی خفنه، اسمش هم میراکه، میراک همچین چیزی. و میراک توسط یک کسی به اسم مورا که خدای داناییه، یا بهتون بگم اونجا دیدریک پرنس داره، یک نوع مثلا نیروی شیطانی هن که از جادوهای ممنوعه درست شدن، یعنی کلا فرمان روایان جادوهای ممنوعه توی اون دنیا. بعد مورا یک ریلمی داره، یک بعدی داره، توی اون بعد که بهش میگن بعد دانایی میرک رو زندانی میکنه. میرک کل تایمی که اونجا بوده رو میذاره که از توی اون بعد مردمی که توی اون بعد نیستن رو، یعنی کسایی که آدمای معمولی توی دهکدن رو به بردگی میگیره، در صورتی که اونا خودشون نمیدونن چه خبره، ولی دارن برای میرک یک دونه معبد بزرگ درست میکنن که میرک وقتی اومد توی از اون ریلم اومد بیرون بره اونجا پادشاهی کنه. خیلی خفنه. بعد شما میری چه میدونم با اون مبارزه میکنی، روح اونو میگیری، اصلا خیلی خفنه. تا قبل از اینکه باهاش مبارزه کنی هر دفعه اژدها بکشی اون ظاهر میشه، روح اژدها رو ازت میدزده میره، دهنت سرویس میشه بخوای بکشیش. ولی خب خیلی باس فایت قشنگی بودش. DLC سومش هم که نمیدونم در موردش چی بود حقیقتش بخوام، من دوتاشو بازی کردم هنوز من DLC سومشو بازی نکردم و یادم هم نمیاد اسمش چی بود متاسفانه. بریم سراغ بازی دیگه، فالاوت همین بازی که اخیراً تمومش کردم، فالاوت 4 رو. نیو وگاس هنوز بازی نکردم متاسفانه. میدونم که خیلی طرفدار خفن و زیادی داره و میدونم داستان فالاوت نیو وگاس بهترین داستان بین تمام فالاوت هاست، اما من خودم به شخص خیلی گرافیک و گیم پلی فالاوت 4 رو دوست داشتم و به نظر من خیلی بازی خفنی بود و خیلی خوبه که فالاوت 4 وجود داره و گیم پلی راحت‌تری نسبت به فالاوت های دیگه داره. چرا؟ چون باعث میشه طرفدارای جدیدتری هم روی بیارن به این بازی خفن.
بریم در موردش صحبت. اینم بگم که من به خاطر این فالات نیو وگاس رو پلی ندادم هنوز. چرا؟ چون خیلی کرش میکنه و بعد مادهای زیادی روش بریزی که بازی استیبل بشه، یعنی قابل اجرا بشه، اوکی بشه. و خب فعلا وقت نکردم این کار رو انجام بدم، یکم تنبلی میشه حقیقتشو بخواین. فالاوت 4 بریم در مورد این صحبت کنیم. فالاوت 4 در مورد یک شخصیه که خود اینجا انتخاب میکنی مرد باشه یا زن. به صورت دیفالت اسم زنه لورا همچین چیزی بود، اسم مرد نیت. انتخاب میکنی که قراره اونجا جنگ بشه و بمب هسته‌ای بخوره، مردم میفرستن به یک سری والت های زیر زمین، یک سری مثل گاف صندوقه ولی جای مثل شهر میمونه، شهرکی جورایی ولی زیر زمینه، مثلا کیلومترها زیر زمینه که تشعشعات هسته‌ای نیاد داخلش و دراش قفل میشه و هیچکی نمیتونه بیاد بیرون نمیتونه بیاد داخل. البته والت های مختلفی وجود داره، مثل والت 11، والت 68، والت 69 و این والت ها توسط آدمای خیلی پولدار ساخته شده، یعنی به خاطر نجات دادن جون مردم ساخته نشده. اینا مثلا ساخته شده توی یکی از والتا، مثلا میبینی تو والت 68 یک دونه زنه، 999 تا مرده، یا تو والت 69 دقیقاً برعکس این قضیه است، یا تو والت 11 اینجوریه که هر سال باید یک دونه قربانی بدن از بین کسایی که تو اون والت زندگی میکنن و مثلا اینجوری میشه که هر کسی دسته دسته میشه و بعد اونا دسته ها با هم دیگه میجنگن. بین اون دسته هایی که با هم جنگیدن و کشتارهاشون 5 نفر موندن و اونا تصمیم میگیرن که قربانی نکنن و بعدش منتظر مردنن و اینها. بعد یک صدای پخش میشه میگه که آقا شما قربانی نکردین، همه چی به خوبی تموم شد و خب میتونستین از اول هم این کار رو نکنین، ولی شما به خاطر قربانی کردن و مثلا غرور خودتون زدین ریدین تو همه چی. بعد اون 5 نفر 4 تاشون تصمیم میگیرن خودکشی کنن، 1 نفرشون تصمیم میگیره از اون والته بره بیرون و داستان رو برای بقیه تعریف کنه که مثلا اونا یک درسی بگیرن. اما چیزی که هست، شاید بگین خب چرا از اول نرفتن بیرون از اون والت؟ والت درش بسته بود، یعنی تا قبل از این که اون صدای پخش بشه دره هیچ راهی به بیرون نداشت. یعنی یک چیز مثل گاف صندوقایی که توی فیلم ها میبینین برای بانک هست، یک چیز خیلی گنده اونجوری ولی بزرگتر مثلا خیلی خفنه. بگذریم. اینجوریه که شما بعد از اینکه بمب هسته‌ای میخواد بخوره، یعنی مثلا 5 دقیقه این ور اون ور، میرین زیر والت زیر زمین، میرین توی یک والتی که زیر زمینه. زن و بچت میره توی یک مخزنی روبرو، تو هم مخزن جایی که هستی. شما رو فریز میکنن، یعنی یه کار میکنن یخ بزنین برای یک تایمی که مثلا تشعشعات از بین بره و فلان و اینا. میخوابین و اینا. زن و بچت هم میرن انگار توی اون مخزن روبرو و فریز میشین، یخ میزنین. البته بستگی داره بچه دست کی باشه. اگه زنه رو انتخاب کنی بچه میره دست مرده، اگه مرده رو انتخاب کنی بچه میاد دست زنه. که من خودم نیتو انتخاب کردم، اسمش هم گذاشتم پلید. بگذاریم. و یه باحالی هم داره، یک ربات خدمتکار داری که اسمت هر چی باشه تو بازی، حتی فوش باشه، اسمتو به زبون میاره. مثلا اسمتو بذار مستر فاک فیس، یا میاد جلو مستر فاک فیس. خیلی باحاله. یا مثلا مستر پلید. خب خیلی خفنه برای یک بازی که مثلا توی سال 2014-15 اومده. خیلی این چیز باحالیه و نشون میده بثزدا چه شرکت خفنی بوده که تونسته مثلا ذهن گیمرها رو بخونه. یا مثلا کی فکر میکردی که اسم شخصیتش رو بذاره مستر فاک فیس یا مستر تیتی؟ خلاصه یه روز که بیدار میشین توی اون مخزنه، میبینین که آقا نباید الان بیدار میشدین. مخزن روبروی تو که توش زن و بچته رو وا میکنن، میخوان بچه تو 2 نفر ناشناس ببرن. یارو زنتو میکشه، نوزاد از بغلش میگیره میره. بعد 60 سال بعد مخزن تو دوباره باز میشه، تو میای بیرون.
و بعد تازه یادت میاد که آره زنتو کشتن و اینو میدید بالای جسد فریز شده زنتو میبینی اینا. بعد بهش قول میده که به جسدش قول میده که هر جوری شده بگرده قاتلشو پیدا کنه. بعد میره دنبالشو، دنبال بچهش بگرده. اصلا خیلی خفن بود که من خودم همین تازگی تمامش کردم، یعنی 2 هفته نمیشه فالات 4 رو تمام کردم و خیلی حال داد بهم حقیقتشو بخواین. اون حس و اون یعنی خودت میتونی انتخاب کنی که یک شخصیت خیلی خوبی باشی که به همه کمک کنی و زندگیاشون رو اوکی کنی، بهشون اهمیت بدی، یا اینکه نه فقط دنبال انتقام باشی. و یک جایی این بازی بهت میفهمونی که لذت انتقام گرفتن کجاست که خودت پرات میریزه، میگی what the fuck پشمام. دقیقا همینو به خودت میگی. بگذاریم ویچر 3. چقدر این بازی خوش ساختیه، چقدر این بازی خوشگلیه. اطلاعات زیادی از ویچرها ندارم، یعنی چیزی که خودم بازی کردم اینه که در مورد کسیه به اسم گرالت که یک ویچره. ویچرها کسایی هستن که مثلا جهش یافتن، از مردم پول میگیرن که مثلا آقا تو من 100 سکه بده، من مثلا هیولایی که گاو و گوسفنداتو میکشه رو برات از بین میبرم. خیلی باحاله. بعد تو در نقش یکی از همینایی که دخترش گم میشه، بعد داره میگرده دنبال دخترش و خیلی بازی باحالیه. و منم تا یه جاهایش رفتم. یکی از DLCش همون بسته های الحاقیش رو تموم کردم به اسم Heart of Stone، قلبی از سنگ. و چقدر این DLC قشنگ بود، چقدر این DLC قشنگ بود. واقعا از لحظه به لحظه بازی کردن این DLC لذت بردم. بهتونم نمیگم در مورد چیه، میتونین برین بازی کنین. چرا؟ چون دوست ندارم مزش بره. چرا؟ چون وقتی یکی یه چیزی تعریف میکنه معمولا مزش میره، ولی من خودم اینجوری نبودم. خلاصه اینم از برنامه امروز. پیشنهادی یکی از دوستان بهم گفتش که یکی از برنامه‌هاتو در مورد گیم صحبت کن. اینم برنامه‌ای که در مورد گیم صحبت کردم. گیم‌های خیلی زیادی وجود داشت که میتونستم در موردشون صحبت کنم، ولی خب ترجیح دادم در مورد گیم‌هایی صحبت کنم که معمولا همه دوست دارن. و خب میتونستم در مورد کانتر صحبت کنم، ولی خب کانتر یک بازی که آنلاین، داستان خاصی پشتش نیست و من خودم بازی آنلاین مورد علاقمه و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین و تا درود دیگر بدرود.